پدر و مادرم مثلا نترسن از بیهوده بودن رفته خدمت کنن. باور کنید کسی خدمت کردگی است از اون نفر جوانی که خدمت کردگی نیست با کلی فرق دارد. جوانمردی، مناسبت تماما دیگر می شود. وقتی خدمت میکنی با قدر پدر و مادر میرسی، با قدر خویش تبو، بعد دوست برادر رفیق بعد میدونی کی است. این بسیار مهم است. جوانمردی حقونی میشه. ما هر روز شوخی کردم در ملاقات با مادرها که بسیار خواهیش دخترها بودن کسی خدمت نکرده است و شاید فرزندشون نتیم. پیش همه خیلی بود. پیش همه خیلی بود. امیره دیم بوده امیره احیا کردن. یعنی که برای پیشرفت، برای آینده علم دنیوی هم درکار است. مکتب بوده پدر و مادر گپ زنن که فرزندشون نظر بگیرن، یکم تعلیم و تربیه را آداب با نظر گیرن، صفت تعلیم با سواد شما فرزند. بیا بچه پیش بیا. این فرزندو با سواد شما. این همی روح را کدیس است 3-4 صاحب وطن است. فرزندو همه دیورن، همه دهان. یک کس بزرگ بودن که رحمت و پدر مردم همه دهان. دهان را بیش شهر کنید. شرایط هست. مردم همه خیزد دست. این در توش توضیح کنند. رنگ بول کنند. دستی نیالی شده. میشود شهر همین است. نه بول افشاناکیش هم میگن. مردم بگه